سلام، به کانال آشپزی بالادن خوش اومدین. امروز میخوام بهتون یه آلبالو پلوی خوشمزه یاد بدم با تمام نکاتش. بریم برای طرز تهیهش. آلبالومو شستم، هسته گیری کردم، میریزم توی قاب و شکر رو روش میریزم. شعله رو روشن میکنم. حدوداً 10 دقیقه 15 دقیقه اینو میذارم روی گاز. من هیچ آبی بهش اضافه نمی کنم، خود آلبالو آب میندازه. اگر زمان داشته باشید شکرتون رو بریزید یه مدت زمان کوتاهی بذارید بمونه، دیگه کامل خودش آب میندازه. ولی من الان چون میخواستم درستش کنم دیگه زمان نداشتم، همینطوری هم خودش آب میندازه، چون آب زیادی نمیخوام از این آلبالو. آلبالومون حدود 10 دقیقه با شکر گذاشتیم پخته. الان خاموشش میکنیم. خاموش میکنیم، بعد از صافی رد میکنیم. آلبالو رو آبش رو میذاریم جدا بشه. خود آلبالو رو نیاز داریم، آبش رو بعداً استفاده میکنیم. میگم بهتون چی کار کنین با آبش. میتونین اگه آب آلبالوتون هم زیاد بود بذارینش روی اجاق، آب خالیشو یه مقدار غلیظ‌تر بشه. الان آب آلبالوی ما زیاد نیست، من موادم برای 2 نفره. گوشت چرخ کردهمون میخوام آماده کنیم، قلقلیش کنیم برای آلبالو پلومون. پیازمون رو رنده کردیم، آبش رو گرفتیم. ادویه‌جاتمون که شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر تخم گشنیزه به موادمون اضافه میکنیم و این رو مقداری ورز میدیم. حالا ورز زیادی هم نمیخواد، فقط در حد مثلا 1-2 دقیقه که موادش خوب با هم مخلوط بشه. بعد این رو به صورت کوفته های کوچیک در میاریم. به این صورت میذاریم توی ظرف. کوچیکتر و یا بزرگتر، ولی کوچیکتر باشه بهتره. گوشت قلقلیمون که آماده کردیم یه حدود 5 دقیقه 10 دقیقه توی فریزر یا یخچال میذاریم، بعد سرخشون میکنیم. اینا رو سرخ کردیم، میذاریمشون کنار که ادامه کار رو انجام بدیم. آب و نمک رو گذاشتیم جوش اومد، برنجمون رو که خیس کرده بودیم توش میریزیم. برنجمون رو جوش دادیم، الان آب کشش میکنیم. ظرفمون رو گذاشتیم روی گاز، روغنمون رو میریزیم، میذاریم داغ بشه. برای تعدیگش میتونیم از نون یا سیب زمینی یا از خود برنج یا هر چیز دیگه خودتون دوست داشتین میتونید استفاده کنید. من از نون استفاده کردم و مقداری برنج زعفرونی هم میخوام کنار این نونا بذارم. مقداری برنج و زعفرونی کردم و کنار نونام میریزم. برنجمون رو میریزیم و بین برنجمون آلبالو و قلقلیامون رو میریزیم. ببین اگه برنجتون که زیاد باشه مقدارش 2-3 مرتبه میتونید این کار رو تکرار کنید. مثلا یه لایه برنج، یه لایه آلبالو، یه لایه گوشت قلقلی. ولی من برنجم چون مقدارش کمه، برنجم برای حدود 2 نفره، پس همون یه لایه برنج، بعد آلبالو و گوشت
قلقلی، چند دونه از قلقلی ها رو میخوام بذارم برای تزیینم. قبل از اینکه بقیه برنج رو بریزم روش، کمی زعفرون، کمی هم از آب آلبالو که کنار گذاشته بودم میریزم روش. مقداریش هم برای تزیین نگه داشتم. الان بقیه برنجمون رو میریزیم روش. گفتم بالای برنجمون نه زعفرون میدم نه آب آلبالو، چون میخوام برنجم از بالا سفید باشه که بعد برای تزیین برنج سفید داشته باشم. اینو چند تا قسمت سوراخ میکنیم که بخار بیاد بالا، میذاریمش برای دم کردن. آلبالو پلومون آماده شده. یه مقدار از برنج بالاشو سفید ور میدارم، میخوام برای تزیین غذا. یکم از برنج ما با آب آلبالویی که نگه داشته بودم مخلوط کردم. یکمش هم با زعفران مخلوط.